ترسناکترین مکانهای دنیا که نباید با تنهایی به آنجا سفر کنید. شماره 1. جزیره عروسک ها. آنها فقط عروسک نیستند. آنها را می توانید در سراسر جزیره مشاهده کنید، در حالی که دستان خود را حرکت می دهند. حتی با یکدیگر گفتگو می کنند و صدای آنها را می شنوید. عروسک ها قایق رانان را برای حرکت به سمت جزیره فریب می دهند. صداهای آنها وحشتناک هستند. جزیره عروسک ها یکی از ترسناکترین مکانهای دنیا است. شماره 2. جزیره هاشیما. زمان این جزیره یکی از معادن زغالسنگ پرکار بود، اما اکنون جزیره هاشیما ساکن ارواح و جادوگران است. این مکان خالی از سکنه است، جایی که می توانید صدای ناله های ارواح را بشنوید بدون اینکه هیچ کس در کنار شما باشد. شماره 3. تپه سلیپ ها در لیتوانی. یکی از ترسناکترین مکانهای دنیا مکان در لیتوانی است که با نام تپه سلیپ ها شناخته می شود. این تپه با صدها و هزاران صلیب پوشیده شده است. مردم از سراسر جهان برای تماشای این مکان و رسیدن به آرزوهای خود از این تپه دیدن می کنند. با این حال تاکنون تعداد انگشت شماره حاضر شدند شب را در این تپه مرموز بگذرانند. شماره 4. جنگل های آوکیگاهارا در ژاپن. معمولاً جنگل های متراکم همه ما را با جذابیت های سرسبز و جذاب خود هیجان زده می کنند، اما با دیدن منظره اسرارآمیز این جنگل در ژاپن، یکی از ترسناکترین مکانهای دنیا، فریب تبلیغات را نخورید. زندگی گرانبهاست. قبل از اینکه به جنگل بروید باید با پلیس مشوره کنید. آمار نشان داده است افراد به طرز مرموز در این جنگل خودکشی کردند. شماره 5. پریپیات، اوکراین. چی دلیل وجود دارد که کسی با در اختیار داشتن امکانات تفریحی، سالن‌های بدنسازی، سالن‌های اجتماعات، گالری‌ها و سایر مناطق تفریحی یک شهر را ترک کند؟ برای یافتن پاسخ این سوال باید به شهر فریبنده پریپیات در اوکراین سفر کنید. فقط مطمئن شوید که قبل از ورود به این شهر ارواح حتما دعا کرده باشید. این شهر یکی از مرموزترین و ترسناکترین مکانهای دنیا است. دهکده مرموز کراکو در ایتالیا. آخرین فعالیت‌های انسانی گزارش شده در این روستا در سال 1963 بود، زمانی که محلی‌ها به نواحی مجاور نقل مکان کردند. از آن زمان به بعد هیچ کس تصمیم نگرفت
به این روستا بازگردد، زیرا به نظر می رسید با طلسم‌های شیطانی نفرین شده است. این دهکده یکی از ترسناکترین مکانهای دنیا است. شماره 7. جزیره پوویگیلیا در ایتالیا. پوویگیلیا یک جزیره پنهان در یونان و یکی از ترسناکترین مکانهای دنیا است. جزیره‌ای که می توانید امواج را در حال برخورد با سواحل پوشیده شده از استخوان‌ها و جمجمه‌ها پیدا کنید. اگر به ساحل نزدیک شوید، ممکن است قایق خود را در جمع از استخوان‌های انسان‌ها گیر بیاندازید. این جزیره درست در زمان یکی از مناطق مهم برای قربانیان طاعون بود. شماره 8. زندان ایالتی غربی در پنسیلوانیای آمریکا. زندان ایالتی غربی در پنسیلوانیای آمریکا یکی از ترسناکترین مکانهای دنیا است. این زندان مکانی بود که زندانیان در تنهایی خود فرو رفته و گاه گاه در چنین شرایط غم‌انگیز جان خود را از دست می دادند. بازار جادوگری توگو در آفریقا. بازار در آفریقا وجود دارد که یکی از ترسناکترین مکانهای دنیا محسوب می شود. جایی که می توانید وسایل لازم را برای تمرین جادوی سیاه پیدا کنید. بازار جادوگری یکی از ترسناکترین مکانهای کشور توگو است. از حیوانات تازه کشته گرفته تا بقایای حیوانات که به خوبی حفظ شدند، اسکلت و سایر چیزها. می توان همه چیز را در این بازار پیدا کرد. شماره 10. زمین مقدس در آمریکا. زمین مقدس در آمریکا یکی از ترسناکترین مکانهای دنیا محسوب می شود. این زمین پارک تفریحی مطابق داستانها و آیات کتاب مقدس ساخته شده است. این پارک پس از تعطیل شدن در دهه 1980 با نابودی ناگهانی روبرو شد. از آن زمان شکارچیان ارواح به این پارک رفت و آمد می کردند. کسانی که ادعای حضور قدرت‌های فوق طبیعی در داخل پارک را دارند. شماره 12. بیمارستان میلیتاری در آلمان. در بازدید از این بیمارستان متروکه هیچ کس نمی تواند باور کند که رهبر بزرگ نازی ها هیتلر در اینجا تحت معالجه قرار گرفته است. این مرکز درمانی ترسناکترین مکانهای دنیا با 60 ساختمان همزمان با سقوط آلمان شرقی تعطیل شد. همه آنچه که امروز باقی مانده است راهروهای شبهگونه، تخت خوابهای سیمدار، تجهیزات زنگ زده و رنگهای محو شده است. هرگز به تنهایی از این مکان بازدید نکنید. شماره 13. اردوگاه ویلارد اسایلوم در آمریکا. یکی از ترسناکترین مکانهای دنیا اردوگاه مرموز است که روز برای پناهندگان در آمریکا به کار می رفته است. این پناهگاه در سال 1869 تأسیس شد و ظرفیت حدود تقریباً 4000 پناهنده را داشت. در این دوره
پناهندگان شاهد حدود 50,000 کشته بودند که از این تعداد فقط تعداد کم از آنها به مرگ طبیعی از این دنیا رفتند. همین عامل موجب شدند تمام قسمت‌های اردوگاه به ویژه سردخانه‌ها جز ترسناکترین مکان‌های دنیا باشند. شماره 14. قبرستان هایگیت در شمال لندن. در مورد این قبرستان که افراد مانند کارل مارکس، داگلاس آدامز و دیگران در آن دفن شدند، چیز وحشتناک است. اگر در این قبرستان قدم بزنید، ارواح سرگردان را می‌بینید. روح پیرزنی که در جستجوی بچه‌های خود است. روح یک راهبه که به یک باره در هوا ناپدید می‌شود. ممکن است حتی چندین چیز دیوانه کننده دیگر در اطراف شما اتفاق بیفتد. این قبرستان یکی از ترسناکترین مکانهای دنیا است. هرگز به تنهایی به آنجا سفر نکنید. شماره 15. عمارت مونت کریستو در استرالیا. عمارت مونت کریستو یکی از ترسناکترین مکانهای دنیا است. آنچه در این کلبه خالی از سکنه در استرالیا باعث ترس و وحشت شده است، یک سری از مرگ‌های غیر طبیعی است. کودک خردسالی که از پله‌ها در حال سقوط بود، سرایدارانی که در یک کلبه به طرز وحشیانه کشته شدند. پسری که در آتش سوخت. همگی نمونه‌های از این مکان ترسناک هستند. آیا باز هم می‌خواهید از این عمارت از نزدیک دیدن کنید؟ شماره 16. برج لندن در انگلستان. در بازدید از برج لندن ممکن است یک خانم سفیدپوش را مشاهده کنید، در حالی که از دور برای شما دست تکان می‌دهد. هنگام ورود به برج ممکن است صدای ناله کشیدن دو کودک را بشنوید. زمانی که در حال رسیدن به بالای برج هستید، این صداها بیشتر می شوند. در نهایت شما شاهد بدن یک زن بدون سر خواهید بود. برج لندن یکی از ترسناکترین مکانهای دنیا است.